سلام، خوش اومدین به اولین ویدیوی چیلاپی. امروز این دو نفر اومدن که سوتی‌های خنده‌دار صدا سیما رو بهتون نشون بدن. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگه ما رو ساب نداری این دگمه کنار ویدیو رو بزن که انرژی بگیرم. منتظر چی هستی؟ بزن که بریم. موقعیت برای گل و باز هم سومر یه تنه وایستاده، دروازه رو قفل کرده، کیدش هم انداخته معلوم نیست کجا، روی وحشیانه رژیم کودک‌کش و منحوس رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن و همینطور یاد بکنیم از دانشمندان هسته‌ای شهیدمون، نخبگان علمیمون و همه عزیزانی که واقعا ناجوانمردانه در این جنگ 12 روزه به شهادت رسیدن. خیلی متشکرم. من افتخار میکنم هر چی داریم از پدر مادرمون داریم. انشالله المپیک، مدال المپیک انشالله بگیره. به امید خدا، توکل به خدا، انشالله مدال المپیک رو بگیره. تبریک میگم. خیلی ممنونم بینندگان عزیز، آشاب عزیز، دوستان عزیزم در شبکه 3. وای ببخشید نفته نود مبارک. باشه اما اسکندر خودت کنترل. من بیافتم تو یک وقت که کونه نشوری اصلا میکنی این کار. این سال همسایه یک کانالی بودید که جز اذیت و آزار براتون چیزی نداشته. به کجا مراجعه کردید؟ شهرداری اینا پاییز اومده میدن این بلنسبت گلاب صورتون سوسکا در اومدن، رفتیم بهداشت شهرداری هر جا رفتیم گفتن به ما مربوط نیم، اومدن دیدن گفتن سم میدیم خودتون بزنین. بعد من یه نفرم اینا همه میشناسم، بچه‌ام پیشم نی، خدا شاهده 3 ساعت 4 تا همین دیوار راه میرفتم با جارو همجوری میکشتم، مثلا دیگه پا افتاده بیدم این سوسکا همجوری رجا میبستن میبردن تو خونه. موش بلنسبت شما خیلی این بوش اذیت میکنه، تابستون که میشه گلاب صورتتون آب چیز دیگه توالت دیگه خیلی اذیت میکنن. بعد جوابگو نیستن. اینا الان گاز ندارن، تلفن ندارن. اومدن الان توی تابستون من میخوام وقتی هوا گرم هست با توجه به بویی که مطمئنا شدیدتر از الان خواهد شد کولر میتونید روشن کنید. از وسط ببرن اینو یک لایه خار نداشته. واقع باب اسفنجی فرم کیک مخمل قرمزی با اینه خدای من های مختلف نیره، یکی هم استقبال و شرابه. سومی اگه پخش نمیشه خانوما هستن. نه آقا رو آنتنیم، تو رو حضرت عباس انا آنتن داریم. نه نگی تو. نیمه اولم 10 نفره مال کرد. چند زوج رو بچه دار کردی؟ دیگه تعدادش گذشته. عده روند نمد چی شد؟ کلا اول برق اونجا رفت، الان اینجا دیگه درست شد. و شر مسلمانان رو از سر دشمنان انشالله رفع بکنه. و چی شد؟ رأی من هستش. سرشو ببینم. بفرمایید بینی هاشونو عمل نکنن. بینی هرچی بزرگتر باشه بهتره. خیلی چیزای دیگه هم هست که بزرگش بهتره. قدرت نمایی تیم ملی هاکی روی وقتی به مو میرسیدید تو زندگی، برای اینکه پاره نشید میرفتید سراغ کی؟ یه بخشی رو من فراموش کردم و اون هم رایگان کردن خانم‌های باردار هست. حالا خیلی آدمایی که الان خونه نشستن کسی ندارن بهشون شرکت کردی توی راهپیمایی روز قدس؟ بله. پیامت برای بچه‌های فلسطین چیه؟ رقم بزنم تو جهان همش. 3 چیز هست در دنیا که خیلی شبیه همن، یعنی در هر لحظه، در هر موقع، هر موقعیتی طعم و مزه اینا فرق داره. 2 تا رو اسپوردم، سومی خانم‌ها هستن. عکسی که ملاحظه می‌کنی عکس بزرگ بشه و اینو که من دیدم یاد این جمله افتادم، اینایی که میگن بار اولمه. رحیمی اشتباه گرفتید. بازی هم انجام میدادید؟ نه. افسنگ و کیلومتر و نه. جناب کشی و نه. چیکار که رها سازی شدن. 3 یعنی مثلا شما پورتری خودتون میدادید آقای جمشیدی براتون ساک می‌زدن. آبش هم میگن آقای چیز بخوره. آقای میثاقی بخوره. من یه توضیحی بدم در این زمینه. بله. ببینید ما یه چکی رو مثلا از آقای میثاقی گرفتیم، بازیکن ما بوده، دادیم به آقا منو مثال نزنید خواهشاً. بقیه هستن. آقای مظلومی چکو گرفتن. خب دادیم آقای مربی بدنساز تیم پرسپولیس، یکی از محرومین این پرونده. بله. سلام علیکم. الو شما خودجوش خودتون اومدید؟ آقای مولایی شما هستید؟ نه
آقای فردوسی پور، من یک نفر مریضم که شما شما آقای ایلدروم هستید؟ بچه کی گرفتی؟ فکر کنم یکم اینجا گرفته کلا خودجوش اومده. من مولایی هستم آقای مولایی سلام، حال شما خوبه؟ سلام، قربان شما. الان قبلی که شما نبودید. خط رو خط الان من آقا کی بود فکر کنم چیزی. آقای فوتبالیا هست آقا فیروز. آقای فغانی هم که آشناس دیگه اسمش. بله یادش میندازه شما رو. منو یاد شیر سماور من شما چرا میشنوید من چی میگم؟ نه الان ندارم. الان که شنیدید من پرسیدم شما گفتید الان ندارم. نه الان ببینید اون موقع که چیزو آقای فردوسی شما دنبال چی هستی؟ من واقعا تاسف میکنم. یعنی به کی؟ ببین وقتی که صحبت میکنی با مخاطب اجازه بده مخاطب حرف بزنه بعد شما صحبت. این شریفی داماد شماست؟ بله استاد. این هر چی بگید دیگه درست بگید چون داماد شماست. چی هست من میگم. خیلی خوب این داماد شما بوده، یعنی دختر شما رو. بله. نه چرا ما ایرانی‌ها دوست داریم هی بمالنمون؟ خب این جهانیه ماساژ جهان دوست داره بمالنمون. اینم یه دقیقه بعدی برعکسه آنیما برعکس آقا صدا خوب نیست آنیما من به حرکت بعدی برعکس علی آقا 3 تا نویسنده ایرانی 3 تا نویسنده ایرانی از کجا پیدا کنم؟ نویسنده ایرانی بیکارن، ما با اونا زیاد نمی‌کنیم. بیکارم میشینن مینویسن. 5 سال تلاش بازی یارانه‌ای جدیدی تولید شده که 8 مرحله داره و 7 ساعت طول میکشه تا اونو تمام کنه. آیه گویا موضوع شیوع آنفولانزای نوع آ یا آنفولانزای خوکی چقدر الان اجازه بدین من ببینم چی کار میتونم بکنم. شما به گزارش کارشناس هواشناسی توجه کنید تا من برم سراغ این جوایز. آقا حیاتی همه الان درگیر طوفان این اینستاگرامی هستم. من خودم الان درگیر این طوفانم. بذار ثبت نام بکنم. برو پیمان خانه خدا بگم چی کاره. آقای زادی الان میگه همه شب حقوقت کم. فرنو جان چه کاری رو خودت انجام میدی؟ مثلا میرم دستشویی خودم جوشونم. دوست دارم تا ابد. ما هر مدت هر 10 روز ما میدادیم. از سود گروه کردیم. اگه کمربند راننده و سرنشین جلو خودرو به راحتی روشن میشه. ببینید موزان ماسکش و دستکش داشت.